فادی العراوی در میان ویرانه‌های شهر خان یونس در غزه بازی‌های جام جهانی فوتبال را تماشا می‌کند. کامپیوتر خرد او گاه روشن می‌شود، گاه خاموش. در اتاق یک مکتب مسکن گرفته است که برای بیجا شدگان از عملیات نظامی اسرائیل سرپناه شده است. فادی میگوید سرعت اینترنت بسیار سست است و این تنها یکی از مشکلات آنهاست. شرایط امروز قابل مقایسه با سال 2022 نیست که بازی‌های جام جهانی در قطر را تماشا می‌کرد. آن وقت برق دائمی، اینترنت بلند سرعت و هم خانه داشت. حالا شبانه صدای پهپادهای اسرائیل را میشنوند که از تهدید مرگبار درک میدهند. هر روز احوال همین است. خدا میداند که اینترنت میشود یا نه. ما اینجا جمع شده ایم، صدای پهپادها را میشنوید. هر لحظه ممکن است بمباران شویم و بمیریم. کسی کفالت زنده ماندن را ندارد. ممکن نعيش ما نعيشش ننقصف. اما این تهدیدها نتوانستند شوق فوتبال را در دل مخلصان بکشند. آنها برای تماشای بازی‌ها در قهوه‌خانه رایل شهر غزه جمع می‌آیند. مالک قهوه‌خانه 2 خط برق کشیده است تا نمایش بازی‌ها قطع نشود. هادی ابورزق یکی از مخلصان میگوید که ساکنان غزه خود را حتی در مکان‌های عمومی امن احساس نمی‌کنند. ممکن است قهوه‌خانه را هم هدف گیرند یا وقتی که من پس از بازی به خانه برمیگردم شاید در نزدیکیم چیزی ترک و کشته شوم. با وجود این همه رنج ما زندگی و بازی ها را تماشا میکنیم. در عملیات نظامی اسرائیل که پس از حمله های حماس در ماه اکتبر سال 2023 آغاز شد، بخش بزرگ نوار غزه و زیربنیادهای آن ویران شد. امریکا و اروپا گروه حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. با وجود اعلان آتش بس در ماه اکتبر سال 2025 اسرائیل حمله های خود را به اینجا ادامه می‌دهد. گروه تندرو حماس نیز طلب‌ها را برای خلع سلاح رد کرده است. قسم زیاد منطقه در تصرف نیروهای اسرائیل است. تقریبا تمام اهالی بیش از 2 میلیون نفری فلسطین در یک خط باریک ساحلی اساساً در خیمه‌ها و بناهای نیمه ویرانه زندگی می‌کنند. ورزش نیز از جنگ در امان نمانده است. به گفته فدراسیون فوتبال فلسطین در میان 73,000 فلسطینی کشته شده کمش 1000 نفر ورزشگر بودند، از کودکان تا به داوران و ورزشکاران کسبی. اسرائیل همچنین 285 انشاءات ورزشی را ویران کرده است. بعضی به خاک یکسان شدند و برخی دیگر نیمه ویران. ورزشگاه معروف الیرموک در شهر غزه که مایه افتخار اینجا بود، حالا به خیمه‌زار برای خانواده‌های آواره تبدیل یافته است. این ورزشگاه پیشتر مثل یک قالین سبز بزرگ بود که هزاران مخلص در آن برای هواداری دسته‌های خود جمع می‌شدند. حالا در این میدان خیمه‌ها سر کشیدند.